بریم صفحه 9. چگونه میتوانیم به کمک بردارهایی که در شکل نمایش داده شده‌اند درستی تصاویر را نتیجه بگیریم؟ خب چیه؟ یه برداریه دو تا عدد صحیح داره. خب دو تا عدد صحیح داره به سه بردار وسط مساوی تقسیم شده، دو سوم تقسیم شده. خب مثلا با این زیاد کاری نداریم، با این بحثمون با این یه منفی 2 تقسیم بر 3 رو میتونیم به این صورت بنویسیم، مثبت 2 تقسیم بر 3 و این مثبت هم میتونیم چیکار کنیم؟ خارج دو تا کسر بنویسیم، بس میشه مثبت 2 سوم. پس منفی 2 سوم میتونیم اینجوری بنویسیم، یا منفی 3 تقسیم بر 4 میتونیم به صورت چی بنویسیم؟ کسر بنویسیم. مطلب چیزی نداره. خب این هم همجوری منفی 3 4 منفی 3 4. پس کسرمون چجوریه؟ منفی 3 4. مانند نمونه کسری مساوی می‌نویسید. نگاه کنید، منفی 2 این به صورت کسر بوده، حالا به صورت تقسیم 2 نقطه‌ای نوشتیم، منفی 2 تقسیم بر 3. میگه اینو به صورت اینجوری میتونیم بنویسیم، منفیشو خارج بنویسیم، بعد این عددا رو تو داخل پرانتز هم تقسیم کنیم. پس این کسر میتونیم به این صورت تبدیل بشه، این منفیش اومده خارج، 3 تقسیم منفی 5. یعنی اگر صورت یا مخرج منفی داشت، منفی میتونه بیاد بیرون، منفی 4 هفتم. خب تو تعیین علامت خوندیم دیگه، پارسال خوندیم، منفی در منفی میشه مثبت، میشه 4 هفتم. اینو به صورت 4 هفتم میتونیم بنویسیم، مثبت هم دیگه نمیذاریم. منفی در منفی چی؟ مثبت. پس اول تعیین علامت میکنیم، بعدن کسرش رو بنویسیم. حالا کل این مباحث برای این کادره. به هر عدد که بتوان به صورت کسر آ تقسیم بر ب که در آن آ و به عددهای صحیح هستند، هم میتونه منفی باشن هم میتونه مثبت، و ب مخالف صفر باشد، یعنی ب صفر نباشه، مخرجمون صفر نباشه، عدد گویا میگن. خب آیا میتوانید هر عدد صحیح و هر عدد طبیعی نیز عدد گویاست؟ چرا؟ بله، هر عدد صحیح هر عدد طبیعی به عدد گویاست. چرا؟ به صورت کسری میتونیم بنویسیم، 2 یکم، 3 یکم، 4 یکم. ولی هر عدد گویا، عدد صحیح و عدد طبیعی ممکنه نباشه و اصلا نیست، نه اینکه ممکن. منفی 3 پنجم، اینو چیکار کنیم؟ به صورت اینجوری بنویسیم، منفی 3 پنجم، منفی در منفی مثبت، مثبت 3 پنجم. خب منفی در منفی مثبت، یا منفی هم داریم، بس میشه چی؟ منفی 3 4. منفی ها خارجی نوشتیم. منفی در منفی مثبت، پس میشه چی؟ این 3 4 مثبت 3 پنجم، همون مثبت 3 پنجم. منفی 3 پنجم. خب الان من میخوام چیکار کنم؟ اینا رو گفته و همدیگه وصلش کنید. باش، این به این میخوره، منفی 3 پنجم به این میخوره، منفی 3 4 به این میخوره، اینا رسید، اینا رسید.
جدول زیر مانند نمونه کامل کنید. خب منفی در منفی مثبت مثبت، پس 4 عدد چیه؟ هم طبیعی، هم طبیعیه، هم صحیحه، هم گویا. منفی 6 دوم میشه چند؟ منفی 3. پس طبیعی نیست چون منفی داریم. صحیح گویا هم هست. رادیکال 9 میشه 3، پس هر سه تا رو داره. منفی 2 × 3 پس میشه فقط گویا. منفی 23 دهم. 0 عدد طبیعی نیست. 3 پنجم طبیعی نیست چون عدد طبیعی از 1 به بالا. صحیح نیست. 1 2 3 منفی 1 منفی 2 منفی 3. خب این چی میشه؟ منفی در منفی میشه مثبت، بازم میشه منفی 4. منفی 8 سوم اصلا پس طبیعی نیست، صحیح نیست، گویاست. منفی 4 دوم میشه چند؟ 2. همه اینا رو داره. منفی 1 تقسیم بر 5 به توان 3 میشه 125. صحیح نیست، طبیعی نیست، گویاست. 12 تقسیم بر منفی 4 میشه منفی 3. منفی 3 طبیعی نیست، صحیح هست، گویا هم هست. خب ابتدا علامت هر عبارت رو تعیین سپاسون رو ساده کنید. خب منفی در منفی مثبت، دیگه پایینم نداریم. حالا میخوام ساده کنم. میشه 2 18 به 3 میشه 6. 12 به 3 میشه چند؟ 4. این 2 با 2 6 به 2 میشه 3. پس کسر میشه چند؟ 3 4. این هم همونه دیگه. 8 داره 18 میشه 3 4. این اول گفته تعیین علامت کنید. منفی در منفی مثبت، یه منفی هم اینجا داریم، بس علامت اون منفی میشه. 25 به 5 5 مرتبه، 10 به 5 2 مرتبه، 2 تا 4 تا 7 5 تا میشه 35. این هم هست. این هم از فصل اول صفحه 9. موفق و پیروز بشید.